بله، من باز از نظر شکل کار هم بگم. ما ساعت 2 صبح 22 از تهران پرواز کردیم به استانبول. 2-3 ساعتی در فرودگاه استانبول موندیم که آقای احسان اغلو هم اومده بود از سفر آسیای میانش به استانبول، هم دیگر رو دیدیم. از اونجا با پرواز مسافری دیگری رفتیم به داکار، پایتخت سنگال، که این مسیر حدود 10 ساعت پرواز هست. کی رسیدیم؟ غروب روز دوشنبه. و عرض شود که ملاقات با وزیر خارجه رو داشتیم. به افتخار ما شام داد وزیر خارجه و یک دور گفتگوی مقدماتی هم با رئیس جمهور من داشتم. بعد من رفتم محله که محل اقامتمون بود. از دفتر رئیس جمهور گفتن که ما دور بعدی گفتگو با فلانی رو فردا ساعت 10 یا 11 تردید از من هست داشته باشیم در ریاست جمهوری. گفتم بسیار. ما از تهران بلیط بازگشتمون معلوم بود. ما 4 بعد از ظهر از سنگال پرواز مسافری گرفته بودیم به کنیا، نایروبی، به عنوان محل بعدی که از اونجا بیاییم. اون شبی که ما با هم ملاقات داشتیم ایشون گفتن که کی برمیگردید؟ گفتم که ما فردا دوشنبه میریم. بلیط برگشتمون از سنگال ساعت 4 بعد از ظهر به کنیا. کنیا یک پرواز فالکون از ایران میاد که اونجا تا اینجا باز 5-6 ساعت فرق. و موافق باشید من فلان مأموریت رو در رابطه با کشور بین راه هم انجام بدم و بعد برگردم. ایشون گفتم بسیار. ما در واقع قرارمان این بود که سه‌شنبه اواخر شب برسیم تهران که شب فکر کنم 9 محرم بود. من در ملاقات با رئیس جمهور سنگال که بودم، خب ما گفتگوهامون یه چیزی گفتگوی سختی هم بود نسبتاً، که من ایشون رو متقاعد کنم که شما روی دوستی با ایران با تکیه کنید، نه روی القاءات دیگران. همزمان با من 2 نفر از کشورهای اروپایی در سنگال بودن برای اینکه او رو تنظیم کنن جهت یک برخورد با ایران و به این واسطه کل روابط ایران و افریقا رو مورد تحت تاثیر قرار بدن. خب ما ملاقاتمون 1 ساعت طول کشید. بعد از 1 ساعت خورده ای ایشون یه یادداشتی بهش دادن. بعد گفت که ببخشید من چند دقیقه میرم برمیگردم. و رفتن برگشتن دوباره بعد از 20 دقیقه و ما حدود 1 ربع بعدش ملاقاتمون ادامه پیدا کرد. ایشون هیچ اظهاری به من نداشتن، اما حس من این بود که این آدم متفاوت شده، نه در برخوردش با من، نمیدونه چه کار بکنه. یعنی حس میکردم یه چیزی شده، حالا مثلا یه اتفاق تو کشور افتاده خبرش رو بهش دادن که اینجور اتفاقات میفته، یا هر قصه ای که شده بالاخره این آدم آرام 1 ساعت پیش نیست. و ما با همین شات به قول دوستان فیلم بردارمون از جلسه اومدیم بیرون و خدمتتون عرض شود که یه مصاحبه کوتاهی من کردم، اومدم بیرون حالا که مثلا ساعت 1 و وزیر خارجه به اضافه یه وزیر دیگه که وزیر نفت و 2 وزارتخونه دیگه وزارتش با او بود، این 2 نفر ما رو دعوت کرده بودن برای نهار و در جایی و اینا نزدیکای ریاست جمهوری. که من اومدم بیرون، محافظین ما گفتن که تهران خیلی دنبال شما برای تلفنی با شما صحبت بکنن. گفتم خیلی خوب، حال تماس میگیریم اینا. توی ماشین تلاش کردم نشد بگیرم و اینها. دیگه اومدیم محل ملاقات. اونجا یکی از همکاران به من گفت
که این خبر منتشر شده در تهران اینجوری و فلان. گفتم انشالله خیره. وقتی هم که نشستیم این بندگان خدا دو تا وزیر نمیدونستن با من چجوری صحبت بکنن. ما مناسباتمون با افراد جوری بود که در واقع به خود این ارتباطاتی که با اشخاص برقرار کرده بودیم احترام میگذاشتن و براش ارزش قائل بودن. من وزیر خارجه قبلی کنیا که مشاور رئیس جمهور بود، الان دیگه وزیر خارجه نبود، اون مطلع شد که من یه توقف 3-4 ساعته در کنیا دارم، بعد میخوام برم ایران. از قبل پیغام داد فلانی من میام فرودگاه. و خب من قبل از اینکه از سنگال 10 ساعت پرواز بود راه بیفتم که ساعت 2-3 صبح میرسیدم به کنیا. خب ایشون مطلع شده بود من دیگه وزیر خارجه نیستم، اما اومد فرودگاه و گفت آقای متکی من خودتون اومدم به فرودگاه. اونجا هم اونها کلی عزت و احترام کردن توی مهمانی نهاری که با هم بودیم. من به وزیر خارجه وقتی که گفت که من این خبر رو شنیدم خیلی چیز شدم و فلان اینها، گفتم حالا من و شما که باید عادت داشته باشیم این مسئولیت ها به هر حال موقت فلانه بهمانه، یه روز میدن یه روز هم میگیرن و نکته خاصی نداره. ما به اونها شروع کردیم به دلداری دادن.